تازه ترین خبرها به روایت شاهدان عینی، چهارشنبه 20 اسفند. کرج. حمله به ایستگاه بازرسی در کرج ادامه دارد. چند ایست بازرسی در میدان القدر هدف قرار گرفتند. صدای پرواز پهپادها در کرج شنیده شد. تهران. پرواز پهپادها بر فراز ولنجک و نیاوران تهران ادامه دارد. پدافند و گشتنی‌ها برای هدفگیری پهپادها فعال بودند، اما موفق به سرنگونی آنها نشدند. تهران. ته ارتش نیز هدف حمله قرار گرفت. تبریز. ساعت 22:30. تبریز زیر باران حملات شدید آمریکا و اسرائیل قرار گرفت. گزارش میدانی از چند نقطه در ایران. ادامه حملات ایالات متحده آمریکا و ارتش اسرائیل به مراکز نظامی جمهوری اسلامی. گزارش‌های میدانی و اطلاعات دریافتی از منابع محلی حاکی است که شامگاه چهارشنبه چندین نقطه در شهرهای مختلف هدف حملات هوایی ایالات متحده آمریکا و ارتش اسرائیل قرار گرفتند و همزمان پرواز گسترده پهپادها در آسمان تهران و کرج مشاهده شده است. در استان البرز یک ایست بازرسی در محدوده کرج هدف حمله قرار گرفته است. همچنین گزارش‌هایی از حمله به یک ایست بازرسی دیگر در فردیس کرج منتشر شده و منابع محلی از شنیده شدن صدای انفجار در این منطقه خبر می‌دهند. در استان فارس نیز یک پایگاه وابسته به سپاه پاسداران در منطقه سروستان هدف حمله قرار گرفته است. جزئیات بیشتری از میزان خسارات یا تلفات احتمالی این حملات منتشر نشده، اما منابع محلی از فعالیت شدید نیروهای سپاه در اطراف محل خبر می‌دهند. در غرب ایران گزارش‌ها از استان کردستان حاکی است که مقر سپاه موسوم به آزادگان در شهر دیواندره مورد حمله قرار گرفته و به گفته منابع محلی به طور کامل متلاشی شده است. همزمان در منطقه سقز کلانتری شماره 12 نیز هدف حمله هوایی ایالات متحده آمریکا و ارتش اسرائیل قرار گرفته است. با این حال برخی گزارش‌ها می‌گویند که در زمان حمله عملاً هیچ واحد فعال کلانتری در این محل مستقر نبوده است. در تهران نیز منابع میگویند یک مقر وابسته به سپاه پاسداران تنها چند ثانیه پس از شناسایی هدف قرار گرفته است. ارتش اسرائیل اعلام کرده که این حمله پس از عملیات شناسایی سریع انجام شده است. گزارش‌های متعدد از شهروندان در تهران و کرج همچنین از پرواز پهپادها در ارتفاع پایین در آسمان این شهرها خبر می‌دهد. موضوعی که نشان می‌دهد عملیات شناسایی و هدفگیری همچنان ادامه دارد. در همین حال یک فرمانده سپاه پاسداران مدعی شده است که امروز یک جنگنده F-15 متعلق به ایالات متحده در جنوب تهران سرنگون شده است. این ادعا ساعاتی بعد از سوی فرماندهی مرکزی نیروهای آمریکا رد شد. سنتکام اعلام کرده است که هیچ جنگنده‌ای از ایالات متحده توسط جمهوری اسلامی سرنگون نشده و نیروهای آمریکا همچنان بر بخش‌های وسیعی از آسمان ایران برتری هوایی کامل دارند. گزارش‌های میدانی همچنان در حال تکمیل است و احتمال انتشار اطلاعات بیشتر از دیگر نقاط ایران در ساعات آینده وجود دارد.